محفل نامزدی عجیب و غیر قابل باوره زهرا الهام در کشور استرالیا. زهرا الهام با جمال مبارز نامزد شد. آیا با واقعیت زهرا الهام برای همیشه از پرده رسانه ها به دور شده است؟ دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چی بوده است؟ گفتنی های تازه فامیل زهرا الهام در این باره، محفل عروسی این دختر خانم در کجا برگزار خواهد شد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زهرا الهام دختر خانم هنرمند، شیره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زهرا الهام توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاص خودش را داشته باشد. زهرا الهام عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان رشد داد. وی اصالتا هزاره است ولی بزرگ شده کشور پاکستان بوده است. علاقه فراوانی که به هنر موسیقی داشت، وی از پاکستان به افغانستان برگشت و برنامه‌های مختلف موسیقی را در افغانستان به پیش می‌برد. زهرا الهام بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور استرالیا است. این همه در حالی است که در کشور استرالیا هم به کارهای هنر موسیقیش مانند قبل می‌پرداخت. تازه تصاویر زهرا الهام در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با جمال مبارز هنرمند جوان افغان در کشور استرالیا نامزد شده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حد حقیقت داشته است، ولی جمال مبارز در کشور استرالیا زندگی میکرد. ولی ما آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای زهرا الهام با جمعی از هنرمندان جوان افغان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.